5 تا از گرانترین ماشین‌های جهان در 2025. شماره 1 رولز رویس لاروز نویر درابتی. قیمت حدود 30 میلیون دلار. تعداد تولید 4 دستگاه. لارز نویر به عنوان یک خودروی روباز سفارشی از سری درابتی به عنوان گرانترین خودروی جهان شناخته شده است. این خودرو به گفته کارشناسان از رولز رویس سیلور گوست استراگارد سال 1912 و گل روز بلک بکارا الهام گرفته است. نور طبیعی خورشید که از طریق سقف شیشه کامل این خودرو میتابد، تجربه سواری را بیش از پیش شگفت‌انگیز می‌کند. این خودرو با شاسی مونوکوک فیبر کربنی و فایبرگلاس طراحی شده که سبک اما مقاوم است و استحکام ساختاری و ایمنی را افزایش می‌دهد. تنها 4 دستگاه از سری درابتی تولید شده و هر یک دارای مفهوم متفاوتی هستند. این خودرو بخشی از سری محدود درابتی رولز رویس است که تنها 4 نمونه از آن وجود دارد. سایر مدل‌های درابتی نیز نام‌های سفارشی مانند آمتیس و آرکادیا را بر اساس علایق مشتریان به خود اختصاص داده‌اند. شماره 2 رولز رویس بوتیل. قیمت حدود 28 میلیون دلار. تعداد تولید 3 دستگاه. یکی دیگر از خودروهای گران قیمت رولز رویس بوتیل است، یک کانورتیبل لوکس که از رولز رویس بوتیل سال 1932 و قایق‌های کلاس جی الهام گرفته شده است. این خودرو با برچسب قیمتی حدود 28 میلیون دلار به عنوان دومین خودروی گران قیمت جهان شناخته می شود. نخستین نمونه از 3 دستگاه بوتیل دارای رنگی خیره کننده به رنگ آبی اقیانوسی با ذرات کریستالی است که یادآور دریاست. خودروهای مورد بحث حتی دارای ارشتیک الهام گرفته از قایق‌ها است که تا می شود. مالکان می توانند از 2 ساعت مچی شخصی سازی شده بابت 1822 قابل جداسازی استفاده کنند که به صورت یکپارچه در داشبورد به عنوان ساعت مچی تعبیه شده‌اند. شماره 3 بوگاتی لاواتور نویه. قیمت حدود 18.7 میلیون دلار. تعداد تولید 1 دستگاه. بوگاتی لاواتور نویه ادای احترام ظریف و مدرنی به کلاسیک بوگاتی آتلانتیک است. این خودروی لوکس در سال 2019 در نمایشگاه ژنو به عنوان یک هایپرکار تمام سیاه رونمایی شد و به عنوان یک شاسی منحصر به فرد تنها یک نمونه ساخته شده معرفی گردید. برای کسانی که کنجکاوند بدانند گرانترین خودروی جهان کدام است، پس از دوگانه رولز رویس لاواتور نویر با حضوری بی‌نظیر جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. ظاهر مینیمالیستی این خودرو بدون باله عقب مجهز به 6 خروجی اگزوز و بدن یک پارچه فیبر کربنی است که آن را به هیولای واقعی و بی همتا تبدیل می‌کند. این خودرو به استانداردهای مهندسی ایمنی بوگاتی مونوکوک فیبر کربنی تجهیز شده است. شماره 4 پاگانی زوندا اچ بی بارچتا. قیمت حدود 17 میلیون دلار. تعداد تولید 3 دستگاه. پاگانی زوندا اچ بی بارچتا یک هایپرکار بدون سقف و عجیب با تولید 3 دستگاه است که نه تنها گرانترین خودروی پاگانی محسوب می شود، بلکه در فهرست گرانترین خودروهای جهان نیز جای دارد. این خودرو از یک موتور V12 با حجم 7.3 لیتری تنفس طبیعی بهره میبرد که توان آن به 789 اسب بخار میرسد. با نبود سقف، واژه بارچتا به معنای قایق کوچک است. این خودرو تجربه رانندگی فوق‌العاده‌ای را ارائه میدهد. مدیرعامل پاگانی هوراچیو پاگانی شخصاً 1 دستگاه از آن را در اختیار گرفته و تنها 2 دستگاه دیگر از این مدل وجود دارد. این خودرو با شاسی پیشرفته مونوکوک کربنی تیتانیوم طراحی شده، هرچند جزئیات خاص آن در دست نیست. شماره 5 اسپی اتوماتیو کیوس. قیمت حدود 14.4 میلیون دلار. تعداد تولید سالانه بین 15 تا 20 دستگاه. کیوس هایپرکار ساخته شده در یونان با توان شگفت‌انگیز 3000 اسب بخار
که از یک موتور 4.0 لیتری V10 توین توربو با کمک سیستم هیبریدی تأمین می شود. توجه را به خود جلب کرده است. این خودرو به طور گسترده از فناوری چاپ سه‌بعدی استفاده می کند و از مواد با کیفیت هوافضا استفاده کرده است. بدنه مونوکوک آن از موادی ساخته شده که خواص ویژه‌ای دارد، سقفی بسیار مقاوم و در عین حال سبک از ویژگی‌های کیوس است. این خودرو که در میان گرانترین خودروهای جهان جای گرفته، دارای ساختاری فوق‌العاده سخت از جنس کربنی تیتانیوم است که مقاومت در برابر تصادف را افزایش می‌دهد و همچنین از الکترونیک پیشرفته‌ای برخوردار است که همه چیز را در دسترس راننده قرار می‌دهد. ممنون که تا پایان ویدیو همراه ما بودید. با که از این ویدیو خوشتون اومد، ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید. و اگه میخواید این ویدیو پارت دوم داشته باشه تو کامنت ها به همون بگید.